کم دلهای اونها هم برحم شد، یعنی دلهای اونها هم یک همت و غیرت پیدا شود که او دارندگی که خداوند داد از او به باجهاشون نمونه که در راه خدا تقسیم کنه. اینجا یک برادری از سوال کرده: سلام علیکم داملا، شخصیت هایی که در شبکه‌های اجتماعی ویدیوها میگذارن، مثلا ویدیوهای خنداور یا ایماندی یعنی صدقه را ای پنهان بودن و آشکار بودنش بهتر است، در کدام حالت؟ در حالتی که یعنی سوال کرده درباره فوتبال بازی کردن که آیا فوتبال بازی کردن درست است یا نه. اکنون سلام علیکم داملا، آیا سجده سهو در نماز سنت هم شرط است؟ اکنون برادر عزیز که سلام علیکم داملا جان، وقتی بامداد درآید خب نماز رو خانه می شود، برای که ما ساعت 7 کار می رویم. حکما سنت است، اما در نماز سنت و نفل همون قرائت فرض است، رکوع فرض است، سجده فرض است، خارج شدن از نماز با اختیار خودت فرض است. با فرضها اینجا یک برادری از سوال کرده: سلام علیکم داملا، شخصیت هایی که در شبکه‌های اجتماعی ویدیوها میگذارن، مثلا ویدیوهای خنداور یا اینکه ناوستی یا اینکه دیگر چیزها میگذارن، آیا از روی این در قیامت در نزد خداوند جواب میگویند یا نه؟ التماس در این باره یک میفته. اکو برادر عزیز، همون چیزی که در شبکه‌های اجتماعی میگذارن اگر چیزی گناه باشه البته در گناهی و شریک هستند، اگر امر معروف و نهی منکر باشه، اگر قرائت قرآن باشه، بعضی چیزهای ثواب باشه، ان شاء الله که ثواب میگیرن، جوابگری ندارن. اما اگر چیزهای گناه بگذارن حتما البته در قیامت جوابگری دارد در نزد خداوند. یک برادری از سوال کرده: سلام علیکم داملا، میگویند که صدقه را همچنان دهی که دست چپ از راست خبردار نشود، اما زکات را آشکار دهید. با ما فهماند که آیا این درست است یا نه. اکو برادر عزیز، درباره سخاوتمندی، البته او سخاوتی که ناآشکار پنهانه و جناب پیامبر گفتن که بهترین سخاوتمندی هست، اما با حالتی هست که سخاوتمندی یعنی صدقه را ای پنهان بودن و آشکار بودنش بهتر است. در کدام حالت؟ در حالتی که یعنی چند رفیق دوست داری، چند شخصیت داری که همراهیت هستند، اونها کمتر دلتنگ و ممسک و مردرنگن، خودت با سخاوتمند و با همت و با غیرت و جوانمردی در نزد اونها با تعریف که بگو من این صدقه کردم، زکات دادم، فلانیا را یاردن کردم، تا اینکه کم دلهای اونها هم برحم شد، یعنی دلهای اونها هم یک همت و غیرت پیدا شود که او دارندگی که خداوند داد از او به باجهاشون نمونه که در راه خدا تقسیم کنند. این در این صورتش ضرر نداره، در این صورتش ان شاء الله که اگر آشکار کنه انسان سخاوتمندی و صدقه‌ش براش بهتر است. اینجا یک برادر عزیز سوال کرده درباره فوتبال بازی کردن که آیا فوتبال بازی کردن درست است یا نه. اکنون وقتی نماز نباشه، اگر انسان هایی که یعنی بازیگرن در وقتی فوتبال بازیشون نماز قضا نشه یا که تای شرطی که کلته که ترک فرض میشه چنین نکنن، براشون در شریعت معنی است، چون که برای یعنی حرکت کردن و دویدن این در جسم و بدن انسان فایده داره. هر چیزی که در جسم و بدن انسان فایده داشته باشه در شریعت او کار براش معنی نیست. اما وقتی که بازی کنن، بایشو جنجال کنن، خفگی کنن، همدیگر را دشنام دیان، البته رای حرام میشه. یا اینکه وقتی نماز باشه نماز قضا کنن، یا اینکه تای یعنی این بریجوی کلته کنن، تای شورتی کنن که ترک فرض کنن، البته در این صورت گناهگار میشن. گناه و معنی نادرسته برادر عزیز بزرگوار. اینجا یک برادری از سوال کرده: سلام علیکم داملا، آیا سجده سهو در نماز سنت هم شرط است؟ اکنون برادر عزیز، سجده سهو وقتی انسان ترکی واجب کرد، تأخیری فرض کرد، تکراری واجب کرد، تأخیری واجب کرد، یعنی تکراری فرض کرد، در اون حالت هایی که سجده سهو لازم میشه برای چی در نماز سنت باشه، چی در نماز وتری واجب باشه، چی در نماز نفل باشه، البته واجب است. سجده سهو فقط برای فرض نیست، این حکما سنت است، اما در نماز سنت و نفل همون قرائت فرض است، رکوع فرض است، سجده فرض است، خارج شدن از نماز با اختیار خودت فرض است. با فرضها دارند، واجبها دارند درونشون. به همین خاطر در نماز سنت هم وقتی انسان یعنی ناقصی و کمبودی در واجبات و یعنی تأخیری فرض و تکراری فرض شد، البته برای او سجده سهو واجب می شود. یک برادر عزیز سوال کرده: سلام علیکم داملا، در بعضی جا اذان دیر میگویند داملا،
این مردم خوب فهموند التماس. اکو برادر عزیز نماز اذان دیر گفتن اگر شما نماز شام در نظر داشته باشه برای افطار کردن وقتی نماز شام در آمد دیگه اذان شرط نیست، انسان باید افطار کنه. انسان هایی که دیر افطار میکنن برای اونها هم گناه است، چون که حدیث جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم است که امت من در ضلالت و گمراهی نمیروه تا اون لحظه را که در اولی وقت افطار کنه و سحر خوره تا آخری وقت ببره. یعنی که چقدر در اولی وقتی نماز شام، اولی وقت دلالتی نداره که پیش از شیشتن آفتاب. بعضی انسان ها چنین عادت داشتن که 5 منوت پیش از یعنی در آمدن وقت شام افطار میکردن. این گناهگار میشه و روزش میخوره اگر چنین کنه. تا همون لحظه ای که وقتی نماز شام داخل میشه تا همون لحظه را انسان روزدار باید ایسته، وقتی که نماز شام داخل شد بعد از اون افطار کنه. سحر خورک هم اینچنین، نماز مثلا صبح اگر امروزها 3:30 و کمتر و برتر باشه اگر تا نزدیکی هم را 5-10 دقیقه موندگی تا همون لحظه را انسان میتونه که یعنی سحر خورکش دوام دهد. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم که باید که یعنی که ببرن تا آخری وقت چیشه. اگر اذان برای شام دیر گفتن باشه برای انسان های روزدار ضرر نداره، ابتدا یعنی افطار کنن 5 دقیقه 10 دقیقه 15 یا اینکه 20 دقیقه هم گذشته بعد نماز شامشون نخونن براش ضرر نداره، رسیده میشه. اینجا یک برادری عزیز سوال کرده که سلام علیکم دامولا جان، وقتی بامداد در آید خب نماز را خانه میشود برای که ما ساعت 7 کار میرویم. اکنون همین وقتی نماز بامداد که در آمد انسان میتونه که در اولی وقت یعنی نماز شب خانه و بعد از اون خواب کنه تا وقتی کار رفتن شد، درست است. اما پیش از وقت درست نمیشه. بعد از دمیدن صبح اگر نماز خونه درست است، پیش از صبح نمیشه. برادر عزیز اینجا یک برادری از سوال کرده سلام علیکم دامنو، خواهش میکنم با این سوال ما جواب گوید. آیا تسبیح الوداع را در 10 روز آخر ماه رمضان باید خونی یا اینکه در 3 روز آخر؟ اکو عادتا مردم ما هم 3 روز آخر میخونن برادر عزیز. مردم ما عادتا در هم 3 روز آخرش یعنی الوداع میگوین و خلاص. خیر خداوند بزرگوار برای جمعیت ما توفیق عمل کردن نصیب بگردان. پروردگار بار اله این ماه برای ما مبارک بگردان. در این شبهای آخر این ماه پروردگار ما را از گناه پاکیزه بگردان، گذشتگیامون رحمت و مغفرت بگردان. پروردگار این جمعیت در دلها هر امید و آرزو و مراد و مقصد داشته باشند به مراد و مقصد برسان. پروردگار را در کسب کار حلال این جمعیت برکت ها عطا بفرما. پروردگار را به فرزندای جمعیت فرزند صالح نصیب بفرما، به زنها را زن صالحه نصیب بفرما. پروردگار را محبوسا و زندانیای ما را آزادی نصیب بگردان. طالب علم هامون علم نافع و مفید نصیب بگردان. زنها و مادرها و خواهرهامون در پرده حیای خودت مستور بگردان. پروردگار را بار اله هر چیزی که رضای خودت است برای ما نصیب بفرما. از قهر غضب ما را در حفظ امان و نگه بدار. پروردگار را تمام برادرهای مسافر و مهاجر ما را در روی عالم در حفظ امان و نگه بدار. پروردگار را مشکلی هاشون آسان بگردان، در کسب کارهاش و برکت ها عطا بفرما. پروردگار را جملگی ما را خاتمه به خیر بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک.